حمید. ها؟ با یک دلیل خودتو ثابت بکن. اینی را مردم میگن. الله رد میکنه سر این نظریه. سر این نظریه الله تبارک و تعالی رد میکنه. در حدیث هم پیغمبر علیه السلام میفرماید که بنده ما مرا دروغ نسبت دروغ کرد. بنده ما مرا چی کرد؟ چرا؟ به خاطر که انکار کرد از چی؟ باز زنده شدن، در حالی که ما او را آفریده. کسی که از میعاد از آخرت باز زنده شدن منکر میشه، نعوذ بالله الله را چی میکشه؟ دروغگویی میکشه، نعوذ بالله، نسبت دروغ میکنه. باز میگه که بنده ما برای من دو دشنام داد. بنده کی دو دشنام بیده؟ برای من نسبت چی را میکنه؟ شرک ولد برای من ثابت میکنه. اینمی قسم کسی که به الله شریک ثابت میکنه به الله دشنام میده، نعوذ بالله. همین قدر سخت است. قرآن عالی رد میکنه که نه، الله ضرورت به ولد نداره. چرا؟ سبحانه، این جواب اجمالی است، پاکیست برای الله تبارک و تعالی از هر نوع عیب و نقصان. اگر این شریک کار داشته باشه، ضرورت برش داشته باشه، پس الله محتاج شد. و کسی که ذاتی که محتاج باشه الله شدن نمیتونه. چطور بگی که این نایب داره؟ دیگر جواب تفصیلی، بلکه خاص در اختیار و ملکت الله است. ما آن چیزی که فی السماوات و الارض، در آسمان و زمین است، کلی چیزا که در ملکت الله باشه، چی ضرورت به اولاد داره؟ یکی. کل له قانتون، تمامی در جهان همه موجودات قانتون، تابعدار الله تبارک و تعالی است. قنوت دو قسم است، یکی قنوت عام است، تابعداری عام، کل کائنات مطابق قانون الله زندگی را پیش میبره، یکی هم مخالفت نمیتونه. این را قنوت یا تابعداری عام میگه. و قانون جبری هم تعبیر میتونیم، قانون تکوینی برش گفته میتونیم. در قانون تکوینی و قانون جبری الله هیچ کس مخالفت نمیتونه. کافر هم در طعام ضرورت داره، مسلمان هم مخالفت کرده نمیتونه. در تنفس ضرورت داره، الله قانون وضع کرده، هیچ کس از این دایره برآمدن نمیتونه. یک قنوت تشریعی است. قنوت تشریعی، تابعداری تشریعی، الله برای ما قانون روان کرده، مطابق از عمل میکنیم، این اختیاری است. الله ما را اینجا مجبور نکرده. از این خاطر بعضی افراد را عمل میکنه و بعضی سرپیچی و سرکشی میکنه. اینجا مراد از قنوت عامه شد. بدیع السماوات و الارض، اول پیدا کننده بلا مثال پیدا کننده آسمان و زمین است. پیش نقشه و مثال نگو. ذاتی که یک چیز بدون تأمل تفکر نقشه یک چیز پیدا میتونه. ضرورت به اولاد دار؟ ضرورت به نایب دار؟ به وزیر و مشاور داره؟ نداره. و اذا قضا امرا، وقتی که فیصله میکنه، اراده میکنه پیدا شدن یک کاره، فانما یقول له کن فیکون. نه اسباب ضرورت داره، نه در وقت، نه در نقشه، نه در هیچ چیز ضرورت نداره. الله که اراده میکنه موجود شدن یک چیز دستی موجود میشه. این دلایل تفسیری شد. یک کسی ضرورت داره به اولاد و نایب، که وقت اراده میکنه با دیگه کس ضرورت داشته باشه که کمک کنه قطعش، او در اختیارش چیزی نباشه و فرمانش نچله. الله تبارک و تعالی کلی امور از هر قسم عیب و نقصان پاک است. کلی اموری صفات کمال برای الله ثابت است، هیچ ضرورت به اولاد نداره. این رد کرد. پس اون طایفه هایی که نعوذ بالله به الله نمیتور شریک ثابت میکنه، اون طایفه ها قطعا ادعای جنتی بودن نکنه و نگوین و نبگوین که ما بالا یک دینی معتبر هستیم. غلط میگن، دینشان معتبر نیست. قرآن برای ما اعلان میکنه دینی معتبر از کسی است که به توحید الله استوار باشه، با یک تا پرستی عقیده یک تا پرستی الله استوار باشه. امروز بری از مسلمانان سوال بکنید که مسلمانان توحید میشناسه یا نه. در برنامه بیا ببین امو کسایی که خود آقا معرفی میکرد که میگفت توحید، یکیش خوی جواب داد که توحید امی کل لیستا را در یک ورق جمع کردن، این را توحید میگن. توحید لیستا دیگه چی گفت؟ نمیفهم. توحید نمیفهم. این حالت این مردمی ماست. شما برید در ترجمه شش توحید میگه میشناسید. قسم براتون میدم برید در مولای دیات بگو توحید چیست. اگر برات تعریف کرد یا فهمید میگم بیا بگو مولوی سے متوکل تو بسیار غلط گفتی، دستی مرا قطع بکن. مولا نمیدانه، عوام بیچاره تالی توحید میشناسه. توحید چیست؟ توحید برش میگه. توحید ده میگه، توحید میگه. نعوذ بالله. خیر، شما برادرای جوان و خواهرای جوان این درسای عظیم قرآن یاد گرفتی، مسئولیتش دوش کیست؟ ما ملت ناآگاه که در تاریکی غلطی ده کی آگاه بکنه؟
یعنی که شما هم شیوه مولوی صاحبا را در پیش میگیره، ملا صاحبا را، شما هم از حکمت کار میگیره. از حکمت هم میشناسه؟ حکمت چی را میگه؟ باید بفهمی حکمت چی را میگه. 40 سال ملایی کو خوب مقتدی تا نفهمان که الله یکی هست، اینطوری نگو. 40 سال اینی را حکمت میگه. ملا صاحبای ما همیالی میگه ما از حکمت کار میگیریم. مقتدیش میبره عقیده توحید نداره. در جان کندن هم گفت که یا شالای بابا را برسیگه، یا چیست پیری بلند برسی، یا پیری فلان برسی. همینطور صدا میکرد نفس داده، همینطور صدا کرده در جان کندن نفس داده. بازی چی میکنه؟ خب آدمی دیندار بود، نه جنتیست. و بچه‌ایش خب دل صبری میده. چی رقم جنتیستی؟ تالی را الله را نشناخته که الله یکی است، حاجت روا الله است، یعنی که یک زیارت از کدام میشسته؟ تو چطور جنازه‌ش میخوری؟ عجیب نیست؟ چی میگه؟ ما از حکمت کار میگیریم. از چی کار میگیریم؟ حکمت یادم هم بیجلیگر مولانا بیجلیگر الله ببخشش میگفت میگه در پاکستان اسلام میآید خود در چی گاڑی بار کرده شد، از کراچی میآید در پشاور. تالی در پشاور نرسیده تو اسلام که در پاکستان میآید. امروز هم همونطور است. او مناسب این مقتدیای تو خو عقیده دین یاد داشته باشه، یک تا پرستی را. الله از پیش سوال میکنه من ربک. رب کی را میگه؟ مالک، متصرف بگوی، مصلح، مدبر، تربیت کننده. اونجا چی بگوی که ربی الله بگه یا ربی سخیصه؟ کدام میشه جواب بگوی؟ الله رحم بکنه. بسیار مشکل مسئله است، این مسائل عادی نگیره. خیر است در این دعوت تبلیغیتان یک کمی رنج و آزار و اذیت میبینه. چرا؟ اول خود تاپا سرتان میزنه، براتان بد میکنه، در کوچه ها که تیر میشه شپیلاق از پشت میکنه، پیش سعی میکنی یک خنده میکنه بچه ها سرتان، قطی ریگ زده میشه. خود باز یکی دیگه خود که در مجلس تیر میشه اینطور میکنه، امیست. امیست. این گفا را میبینی. خود خیر است شما عقیده حق به مردم برسانید. کاش که الگو در نقش و قدم کمترین زندگی چیست مشکلی پیغمبر علیه السلام شما مواجه شوید. کمی قدر دین خواهم بر ما یک کمی واضح شود که دین مفت آمده یا به سختی آمده. وقال الذين اذا بديع السماوات والارض، پیدا کننده آسمان ها و زمین است، نو پیدا کننده است. بدعت هم چیزی نو میگه. بدعت چیزی چه میگه؟ خوی دو قسم است. یکی بدعت لغوی است، در لغت هر چیزی نو که پیدا میشه او بدعت میگه. یکی بدعت شرعی است. بدعت لغوی عام است، گاهی همی چیزی نو خوب میباشه، گاهی بد میباشه. در بدعت لغوی دو قسم بدعت آمده میتونه، هم حسنه هم سیئه، هم خوب هم بد برش گفته میتونی. اما در بدعت شرعی اجنا و حسنه وجود. چرا؟ بدعت شرعی کی را میگه؟ خودی حدیث پیغمبر این بدعت تعریف میکنه. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو. کسی که در دین ما که نمی دین است که در زمان پیغمبر مکمل فرضهایش تکمیل شده، این نمی دین است یک چیز دیگر را پیدا کنه و او را دین معرفی کنه. او را چی معرفی کنه؟ موجب ثواب بده نشه و بگویه که مردم به این نیاز داره، مردم در اینجا ثواب میبره، در حالی که برای از او دلیل و سند نیست. و چی است؟ او رد است و اینمی بدعت است. در حالی که تقاضای امو کار در امو زمان هم موجود باشه، خب بازم نشده باشه. تعظیم پیغمبر به شکلی که امروز ما میکنیم در میلادا، در او زمان نیاز برش بود یا نبود؟ سیرت رسول الله امروز بیان میشه، او امروز هم بعد بیان میشه، به این شکل بیان میشه، بود یا نبود؟ مقتضایش موجود بود، خب کار انجام داده شده؟ نشده. امروز توی را در دین داخل میکنی، یک پرزی دین میشماری یا نه؟ موجب ثواب میشماری یا نه؟ کم ثواب نه. یک درهم در قرائت مولد مصرف کو، با ابوبکر رضی الله عنه در جنت است. اینه کمال. اینی را مردم میگه بدعت. پیغمبر که میگه که کل بدعت ضلاله، هر بدعت چیز مراد از بدعت کنم بدعت شرعی. بدعت شرعی چی هست؟ اما مولایی که براتون گفتم عجیب تقریرها میکنه، او را حتما بشنوی. خوب عجیب میگه او برادر یا بدعت میگه پیغمبر نعوذ بالله اگر آلی در زمانه ما موجود نبود همین بدعت ها را قطعا انجام میداد. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله اکبر. مردم برش نشسته است، میگه همین بدعت ها را پیغمبر قطعا انجام میداد اگر موجود نبود.
خب افسوس که موجود نیست. پیغمبر میگه کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار است. هر بدعت شرعی گمراهی است و هر گمراهی در آتش جهنم است. و ایاکم و محدثات الامور. خدا نگاه کنی از چیزای نو پیدا شده. فانها چیز ده؟ فان کل محدثه، هر چیزی نو پیدا شده در شریعت این بدعت است. بدعت شرعی حسنه و سیئه نداره. این بدعت دو قسم است، یکی بدعت در دین است، یکی بدعت للدین است. پیغمبر اینطور گفته من احدث فی امرنا، در دین ما. نگفته من احدث لامرنا. چی گفته بگه؟ فی امرنا. و این را به تعبیر دیگه اینطور میگیم یکی بدعت در دین است، یکی بدعت چی؟ للدین است. تعبیر دیگهش یکی بدعت در مقاصد است، یکی بدعت در وسایل. مذموم یا بد کدام بدعت است؟ در دین یا بدعت در مقاصد که یک شای مقصد نیست تو مقصد جور میکنیش. او یکی بدعت للدین است یا بدعت در وسایل است. این ممنوع نیست، این بد نیست. این لاسپیکر بدعت للدین است یا فی الدین؟ این فی الدین نیست. لاسپیکر جز دین است، این ثواب داره، بلکه وسیله است برای رساندن. اگر به ترجمه قرآن کردی خب وسیله میشه، اگر نه که بگوی آوازی سازنده را، بگوی آوازی ڈولش آینده چند کیلومتری رسان، بازی خوب میشه. آباد این باز بد میشه. چیزی که در دین باشه و هیچ وقت بد نمیباشه، هیچ وقت چی نمیباشه. خلاص بکرم بد شدم، خوب شد، از او خاطری لدین است. ملا صاحبای ما بیچارا کی فرقا را نمیتونه، نمیفهمه، علمیت نداره. تو که بری برات میگه وی کلاه تام بدعت است کلاه تام بدعت. در لاسپیکر ترجمه میکنی بدعت است برات میگه. فهمیدی یا نه؟ تو بعدش بگو که ملا صاحب بدعت شرعی که در دین باشه اونو مذموم است، بد است. پیغمبر اونجا تقسیم مقسیم نکرده مطلقاً. اما عالم چی میگه؟ کاش که آوازی مده یا میرسید. خودی پیغمبر گفته که یک کل بدعت سیئت ضلالت. در یک حدیث به این قیدا نامده. خود چی میگه؟ خودی پیغمبر گفته مردم کل بدعت سیئه گفته، اصلا را خونه گفته. عجیب گپ است. این مردم بچم یا کتاب میخونن نمیخونن یا منظورشون شهرت است که من مردم هر چیز میگم بگویم. کدام رقم هستی؟ بسیار سخت مسئله است. آل شما فهمیدید که یکی بدعت در وسیله است، یکی بدعت در مقاصد. بدعت در وسیله هیچ پروا نداره. میراب بدعت در زمان پیغمبر میراب نبود. خب هیچ میراب نه. این در زمان عبدالملک ابن مروان میراب آمد. اما این اگر کسی امروز در مسجد میراب ضروری بدانه، سنت بدانه، بازی بدعت جور میشه. چی جور میشه؟ چرا که سنت دانستی باز موجب چی میشه؟ ثواب جز دین جور کرده شه. اگر کسی میگه نه این سنت نیست، این از دین نیست، برای مصلحت است. چی مصلحت است؟ بگه امام در وسط استاد میشه، یک جای امام اگر در صف پشتی سر استاد شود مردم جای سرش تنگ میشه، پیش یک نفر است. جای مردم قید نمیشه. دو سوم علامه برای شناخت کی است؟ مساجد. مردم مسجد از خانه ها به چی فرق میکنه؟ یا به مناره و یا به چی؟ میراب است. از او خاطر اینی مصلحات دیش آمده این بدعت لدین گفته میشه. این را باید بدانی، این گپا را یاد بگیره که با سرتان اعتراض میکنه. شما که توحید بیان میکنی باز او اول سرت چی میکنه؟ از دیگر ناحیه حمله میکنه. از این ناحیه زورش نمیرسه. خب یا برات میگه ریشت کجاست ریشت تکل کرده، یا برات میگه خب تو که محبت سنت لنگی را چرا سر نکردی؟ میگه نمیگه تو که لنگی در نماز پیش میشی لنگی را هم سر نمیکنی. تو باز برش بگو که لنگی سنت عمر، سنت نماز نیست. باز میگه چرا نیست؟ حدیثا آمده یک نمازی با لنگی 70,000 نمازی به لنگی حدیثی موضوعی را برات میگه. بگو این حدیثا کلش یا موضوعی است یا ضعیف است. در یک جای باز برش بگو که از دیگر را ملامت میکنم تا امی کتابای فقه سنتای نماز گرفته یا نه؟ او برات میگه که بله گرفته. باز برش پرسان که مکروهات نماز گرفته یا نه؟ بگو خیلی خوب. تو در سنتای نماز بیار که در یک جای گفته باشه که نماز با لنگی سنت است. او در یک جای باز برای ما بکش که بی لنگی نماز چیست؟ در کتاب فقه کشیدی میگم بردستی، اگر نکشیدی باید تسلیم شدی. نه لنگی بله سنت عمر است. در عمر آدم بپوشه. یک جای میری خواب همونطور خب همون بری خود موقع داره. او روز براتون گفتم نه
این طورام نباشه که پوشید دی رک کده حالی کمی دور کنی بگوی مردم از پیش بگریزه دیگه در پالوی آمده نتانه. او طوری نیست. اسلام دین نظافت است. این را باید چی بکنیم؟ اینجا موضوعی چی شد؟ بدعت آمد. باز بدعت در خانه خود دو قسم است، یکی حقیقی است یکی اضافی است. بدعت حقیقی امور میگه که همون ذات شی سابق نبود تو کشیدی و در دین آوردیشه. میلاد نبود تو آوردیشه در دین. یکی بدعت اضافی است. بدعت اضافی را میگه که اصل شی در دین است، خود تو گرفته ای کیفیتش بدل کردی، وقتش تغییر دادی، جایش خاص کردی، تخصیصات دیش آوردی. اینی را باز بدعت چی میگه؟ خیرات مطلقاً هست در اسلام، دعا مطلقاً هست در اسلام، خود تو گرفتی در خیرات قید ماندی که باید شام باشه، بازم الوا باشه. حالی دنیا پیشرفته شده، دو پیازه و چی را میخوره؟ کوفته را. او تو همون الوای قدیمه جور کده رو استیو برادر، همون خاص کده بدون الوا البته میگه نمیشه. او شام باشه سیسته بدرغه چی رقم باشه؟ در سری قبرا دنانی چپاتی میبره نمیبره؟ چی را میبره؟ الوا را میبره. چرا؟ حالی خب بازار گوشت یاد داره، چرا یک دانه رنگی مرغ نمیبره؟ عقیده داره که امی الوا این خیلی شیرین است، نرم است، در مرده خود جویده نمیتونه. همونطور دیر میش دندانایشون کار نمیکنه. الله رحم بکنه. عجیب گپ است. تخصیص کردی در جمعی، تخصیص کردی در چلی، تخصیص کردی در چی؟ بگه سال پورگی. اینمی تخصیصات تو از خود پیدا کردی. دعا هست خود توی را خاص کردی پشت نماز سنت او به هیئت اجتماعی کیفیتش پیدا کردی. چرا این کیفیت از کجا پیدا کردی؟ پیغمبر گفته بود؟ پیغمبر کرده بود؟ نکرده بود. این را باید بفهمید که بدعت دو قسم است، یکی حقیقی است یکی هم اضافی است. اضافی هم بدعت میگه که اصل شی ثابت است، لیکن کیفیتش، جایش، وقتش ثابت نیست، تو خاص میکنی. اینی را بدعت میگیم. از او خاطر اگر مطلق سیرت رسول الله را بیان کردن، مراد از میلاد یعنی سیرت بیان کردن باشه، سیرت رسول الله هر وقت جایز است. خود تو چرا دمی کلی سال دیگر نگفتی؟ در 12 ربیع الاول میگی، دمی ما میگی، تخصیص کردی. تخصیص از او خاطری بدعت اضافی جور میشه. این مسئله بدعت بود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، گفتنو کسانی که نمیدانه، یعنی عام نصارا، مشرکین یا یهود، کسایی که سند دلیل علم نداره، چی گفتن؟ لولا یکلمون الله، چرا قطعا سخن نمیگه الله درباره رسالتی توی پیغمبر علیه السلام؟ الله با پیغمبر تسلی میده که پیغمبر توحید الله را خود نمیپذیره، به الله شریک ثابت کردن. هر کدامشان قائل است که الله نازدانه داره، الله برای خود متصرف گرفته، که الله برای شیسه و برخ داده. او مردم ها باز خیلی رویدار است، حالی که مردم در قبرها میره به خاطر چی میره؟ به خاطر رویداری میره که یا رویدار است پیش الله. اوی کل شرک است یا توحید؟ شرک است نعوذ بالله. بله بر رسالتی تو عقیده نداره، اعتراض میکنه، میگه چرا سخن نمیگه امرای ما الله؟ خودی الله بگه که تو پیغمبر هستی، او تاتینا آیه، یا تو آوردن نمیکنی برای ما همون معجزه فرمایشی ما را که ما تقاضا داریم مثل معجزات موسی علیه السلام، اونمون رقم معجزات بیار. الله تسلی میده به پیغمبر خود کذالک قال الذین من قبلهم، کافر امروز کسایی که دشمنی داره، عناد و ضد میکنه، کافر امروز و دیروز با هم مکمل مشترک هستند، فکر مشترک دارن، گیزی مشترک داره، هدف مشترک داره، هیچ وقت تغییر دیا آمده نمیتونه. ما شما در اصطلاح خود میگیم، تو میگی که در دانی ازو چی کرده؟ بگه توف کرده. واسه که مردم میگه والا در بازار رفتم، در یک دکان بر کردم، با دیگهش رفتم، کلی شک. تو میگی که یکی در دانی دیگه چی کرده؟ توف کرده. یعنی اینجا مشرکین و کفار، اگر یهود است نصاراست مشرکین است، قلبایشان یکی است. چرا؟ هر کدامشان منظورشان اعتراض بالای اسلام است. از او خاطری طور سوالا از دهنشان مشترک میبره. اما از الله چی میگه؟ کذالک قال الذین، اینمی قسم گفته بودن مشرکین عامی دیگم در زمان صالح علیه السلام، نوح علیه السلام، لوط علیه السلام، من قبلهم پیش از یا، مثل قولهم، به مثل گفتارهای از یا در نفسی طلب همیطور مطالبه کرده بودن، یا است که مطالبه ضد و عناد کرده بودن. هر کدامشان یا منظورشان تو را در تکلیف انداختن است، منظورشان ایمان و حق طلبی نیست، جستجوی حق نیست.
اگر جستجوی حق باشه از این کتاب الله کرده بزرگترین معجزه دیگه کدام است که صداقت رسالتی تو توسط از بالکل نمایان بشه، شک و شبهه نیست. خیر دیگه کدام معجزه را طلب داره؟ اگر منظورشان حق طلبی باشه خود نه، همیشه سوالات از یا با مبنای کیست؟ عناد و ضد است. مثل که مردم سابقا با مبنای ضد عناد پیغمبران خدا سوال میکردن او معجزه طلب میکرد. الله میگه قد بینا لکم قد بینا الآیات، یا چرا مطالبه های دیگه معجزه را داره؟ یقینا ما واضح کردیم آیات را، یعنی معجزات که دلالت بالای صداقت پیغمبر میکنه. آیات های قرآن کریم است که مشتمل به علوم اولین و آخرین است. داستان های عجیب پیغمبر است که سببی سعادت و نیکبختی انسان میشه، از او تجربه های بزرگ میگیره. این قرآن کریم که عجایبات شامل است، این مردم ایره معجزه نمیگه چی؟ توسط از حقانیت نبوت تو ثابت نمیشه چی؟ لقوم یوقنون، ما بیان کردیم معجزات، دلایلی که کسی پشت حق پرستی میگرن بیان کردیم. خب شرطش چیسته؟ لقوم یوقنون، برای قومی که یقین داره. کسی که پشت یقین میگرده و یقین طلب است بس قرآن برش کفایت میکنه. او کسی که ضد عناد داره دیگه او در ساعت بانه علایده داره که یک گفه برش پوره میکنی باز چی میگه؟ نه این طور تو هستی، نه این طور تو هستی. قطع از وا دیگه حالی نشی وقتی تضایع نکن. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، قرآن تسلی میده، به دعوتگر هم تسلی میده، به پیغمبر هم تسلی میده. اگر ما تو بشیریم که دعوت مرا کلی مردم بپذیره، این گپ از گوش دور کن. اگر تو در فکر عزیزی که من مردم دعوت میدم حتما گل در گردنم پرته، نه این گپارم از گوش دور کن. بعضی را که الله خواسته که در حق بیاید او مردم قبول میکنه، ولی بعضی ضدی و عنادی است. حق میشناسن نمیه امروی تو، خوب میشناسن، قناعتم برش میدی دمو میدان میخیزن. نه ما یک کمی شک دارم الان تو کدام رقم دیگه هستی. ای باز چی میگه؟ نه این قسط اولیش است، باز در قسط آخر معلوم میشه. و مردم آخرش شما را از مذهب میکشه. آخرش شما را از کجا میکشه؟ تو از پیش سوال که از کدام مذهب میکشه؟ از مذهب محمد رسول الله، از مذهب اسلام، یا از مذهب یک شخص؟ از مذهب یک شخص مرا بکشه، مرا داخل کنه در مذهب اسلام، در مذهب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. از ما سوال میکنه، خب تلفن میکنه مولی چه تو در کدام مذهب هستی؟ مگه تو مذهب مرا تو تاریخ خبر نداری؟ ها؟ من در مذهب اسلام هستم. اسلام کدام؟ اسلام چیست؟ مذهب است. راه رفتن دین به نام چی یاد میکنه؟ مذهب یاد میکنه. باز ما میگم من در مذهب محمد رسول الله. خو فرق قطع میکنه. خو یعنی برآمدگی است از 4 تا. خو از 4 تا برآمدگی خبر نداره که ما 4 تا را گرفتیم. چند تا را؟ هر 4ش را گرفتیم. هر 4ی که موافق قرآن و حدیث است بس رو چشم. ولیکن در 4 مذهب غیری طور گپ بود. امام مالک رحمت الله علیه میگه نماز از استعلا بخون، اعوذ بالله و بسم الله را ده نماز نخون. صحیح است؟ حنفی ها واری میگه مسی گردن ابوک مستحب است. حالی من یارو بگیرم نمیگیرم میشه، چرا که خلاف سنت رسول الله میشه. رای پیغمبر اعلام میشه، رای یک شخص گرفتم میگیرم. این درست نیست. اتر وار خطا میشن که مذهب پنجم از کجا برآمد؟ مذهب محمد رسول الله. الله رحم بکنه. چقدر حالت ما خراب شده. ببینید سرش جنگ میکنه. الله چی میگه؟ ان ارسلناک، یقینا ما تو را روان کردیم پیغمبر علیه السلام، بالحق، با روان کردیم با امرای حق. مراد از حق چیست؟ دینی که یقینا ثابت و استوار است با دلایل، اوهام پرستی نیست، خیال پرستی نیست، دروغ و درم نیست، آرزوهای باطل نیست، خیال پلوا نیست. دین اسلام استوار با دلایل است. هر گپا که ثابت میکنه چی میگه؟ دلیل میگه. ثابت کردیم الحمدلله را گفتیم، دلایلش گفت یا نگفت؟ رب العالمین مالک یوم الدین گفت یا نگفت؟ یک. دوم معنا ان ارسلناک، ما تو را روان کردیم بالحق، با امرای قرآن، کتابی که بالکلی طور کتابی است که هر کس ادنا تعامل دیش بکنه میفهمه حقانیت و واقعیت قرآن. چرا قرآن کتابی است که مشتمل به دلایل است. اگر پشتی هدایت بگرده قرآن لازم بگیره، راه هدایت برش نصیب میشه. قرآن که سرچشمه هدایت است، تو را قطعش روان کرده. بشیرن، مردمی که میپذیره قرآن،
تسلیم به قرآن میشه بشارت بده برشان، خوشخبری دهنده بر ازوا و نذیرا بیم دهنده به کمال شفقت. کسایی که راه مخالفت دا پیش میگیره تو را به راه قرآن روان کرده، حالی دیگه از کسی راست نه، کسی قبول میکنه دلش، اگر نمیکنه ما و شما کتاب الله و سنت رسول الله قطع ما موجود است. کسی قطع میپذیره نور علی نور، اگر نمیپذیره تا بیگاره برات ناما بمانه، 1000 لقب کو برات بمانه. برات بگوید یهودیستی نصرانیستی، بگوید تو یهودی و نصرانی هستی، پیش الله تبارک و تعالی مسئول نباشی خلاص. حالی تو میگی که نه من خو غم از یارم میخورم که یا عقیدش جور شود، الله برات میگه غم از یارم نخور. چرا؟ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، از تو سوال کردن نمیشه در موردی مردمایی که صاحبا ملازمین چی است؟ جهنم است، که چرا یاد جهنم رفت؟ سری تو تبلیغ بود، بیان کردن راه حق بود، او تو بیان کردی او رساندی که این مردم نپذیرفت، گناه تو خو نیست دیگه. حالی تو بیان بکو، دعوت بده، این مسئولیتی تاست، تبلیغ مسئولیتی تاست. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، بیا دیگه حالی پورا کن.